داستان موسی علیه السلام با فرعون روان است. ساحرا در سجده افتادن، اعلان ایمان خود کردن و مسئله را آنقدر واضح ساخت که هیچ پرسان نکو. دو ضربه خیلی بزرگ در پیکر فرعون و در دولتداری و نظامش واقع شد. یکی ناکام شدن ساحرا که همه چیزایی را که جور کرده بودن مکمل از بین رفت. یام یک انقلاب بزرگ در بین مردم برپا انداخت، به خاطر که کلگی می نازیدن، فخر می کردن که امروز امو کسایی که سالا در مدرسه ها سرش مصرف کرده، خرج کرده، امروز نتیجه میده، اما او هم قطع خاک یکسان شد. اینی را مردم میگه که سالا خدمت کنه به امید ازی که من یک روز عزیز فایده بزرگ بگیرم، اما در دسترسش چیز قرار نگیره. کاروایی فرعون در مورد مدرسه هایش امی بوده که او امی طور فکر میکرد که ما عالی کامیاب میشیم، لیکن کامیابی نصیبشان نشد. انشاءالله دنیای کفر همیشه در هر مملکت اسلامی سرمایه گذاری میکنه، مصارف میده و کشته میده، لیکن آخرام انشاءالله سرشان دستشان خالی بالای سرشان از این وطن انشاءالله بیرون میشه، مثل که سابقایش بیرون شده، چیزی به دستش نمیاد. چرا؟ به خاطر که امر به خاطر باطل بنیادگذاری شده و باطل حتما از بین رفته نیست. دوم ضربه بزرگ که در حکمتداری فرعون واقع شد اعلان ساحرا بود. چطور شده میتونه مردمانی که سرش ناز میزد و فرعون میگفت که از جمله عمله مقابل ما باشه، لشکری ورزیده ما در مقابل مردم باشه، او مردم عالی اعلان بیزاری را از فرعون میکنه، اعلان ایمان میکنه. اعلان ساحرا بسیار یک ولوله خیلی بزرگ در بین مردم پرتافت. چرا؟ به خاطر که ساحرا خو مهارت داشتن، مردم برش معتقد بودن، آلی اظهار ایمان میکنه. فرعون آلی میبینه که حالت خیلی دیگرگون است. چی میگه؟ از یک طرف به عوام وانمود میکنه که من خیر خواستم، حقیقت جوستم، دنبال حق میگردم، اگر موضوع حق باشه اول طرفدارش مستم. از امو خاطر امی ساحرا بدون مشوره ما کدام اعلان ایمان کی کرده ای بیجاست. چرا؟ یک دفعه تمام مشوره شوه اگر این موضوع حق باشه. ایرا بس اوقات امی طور میگه، امی کلانا زمانی که میخواه سخن خود سری مردم بچلانه یا قبول بکنه، امی طور اظهارات میکنه، اما ای خلاف حقیقتشان میباشه، صرف به خاطر فریب مردم ای گپاره میزنه. دوم اشاره به این میکنه که آلی از کدام اسلحه کار بگیره که مردم خو مکمل میلانشان پیدا شد به این خاطر که رای فرعون باطل است. از زور و تهدید کار میگیره. استعمار فعلی ما و شما عیناً امی معامله را در پیش میگیره، مثل که استعمارهای قبلی هم بود. پشتی سر بخیر میاد مسئله استضعاف، یک استعمار است یک استضعاف است. این مردم ها منافق است، به نام استعمار استضعاف میکنه، مردم حقیر میکنه، غریب میسازه، با سرش حکمتا میکنه، کارهای خود سرش پیش میبره. فرعون حالی از تهدید کار میگیره به خاطر که جلوگیری کنه از اینکه مردم یک دم طرف موسی علیه السلام حرکت نکنه، او خو از زور بازوی خود آل یادآور میشه. سوم نکته که در این آیت اشاره به او میشه و این تقریبا سیاست همگانی تمام جبابره و ظالما است. همیشه ظالما کوشش میکنه که حتی کسی در فکر خودم آزاد نباشه، کسی را نمیگذاره که حتی تو اظهار رأی خود بکنی. برای تو اینقدر محدودیت ها را وضع میکنه که اگر رأی تم ظاهر میکنی بعد اجازه از او بگیری و بعد از او اظهار رأی بکنی. نظام کمونیستی امی رقم بود، با کسی حق بیان و این سخنا نبود که علیه نظام کسی سخن بگوید. در محدوده خود زندگی کنه، فقط نان و چای خود بخوره، او را به قدر کفاف. چیزی کاروی محنتی که میکنه مزدش فقط در دولت تسلیم شود. دولت هم عبارت از 4 دانه ظالما و جبابره که خود عیش و نشرت میکنه، دیگه مردم دونمو غربت خود زندگی بکنه. انقلاب روسیه نماینگر تمام اینمی نظریات نظام کمونیستی بود که امیر رقم شد. کسی حق گفتن نداشت. در زمان کمونیستی در افغانستان کسی بی بی سی را گرفته نمیتونست، بعد در کلکینایتان پرده سیاه را بگیره. این حالت ها را مردم افغانستان تیر کرد. افسوس است که ملت ما با وصف که در بین انقلابا زندگی میکنیم اما درس نمیگیریم، ما بیدار نمیشیم. همین بیداری را الله متعال نصیب ما نمیکنه که ما کدام مسیر انتخاب بکنیم، وگرنه یک کسی که در بین انقلاب و زد و خورد و فراز و نشیب زندگی بکنه
او بسیار هوشیار و بیدار می باشه. اما ملت افغانستان الله رحم بکنه سالها پشت گپای دیگه میگرده. اینجا این اظهار میکنه. اما در نظام سرمایه‌داری یا در نظام دموکراسی فعلی که نظام غرب است، علمانیت است، در ظاهر آزادی بیان هست، مردم اظهار رأی خود میکنه، اما از طریق دیگه میگیره ایره سانسور بکنه. علتش است که تمام وسایل اخبار، تمام وسایل آگاهی کلش در دستی امی سردمدارای طاغوت است. یا تمام اینمی وسایل اخبار خود، اطلاعات خود طور عیار میسازه که مردم در زیر تاثیر اینمی خبرها واقع شوه. امروز ملت مسلمانای ما را ببینه، جمع میشه از کل افغانستان به نام لوی جرگه، حتی یک سوال کسی نمیکنه که آیا در دین ای جایز است یا نه. دیگه مصلحت‌ها را، آیا دین به خاطر مصلحت‌ها اعلام میشه؟ آیا تقاعد و تنازل از دین میشه به خاطر مصلحت‌ها؟ ولو که افغانستان نجات پیدا بکنه، اگر مصلحت‌ها در نظر گرفته میشد، باز خود پیغمبر علیه السلام مصلحت ایجاب میکرد که هیچ اظهار عبادت نمیکرد، خلا در خانه های خود یک نماز میخوان، دیگه هیچ گپی نمیکرد، مصلحت بود. چرا؟ به خاطر که یارانش صحابیش زیر شکنجه و فشار و لط و کوب و قتل لیگ پا میره، باز ضرورت به هجرت نمیشد. افسوس است که امروز علمام در مجلس بود، اما کلان مبصری نام بود، اما الله متعال در قلبشان مهر مانده بود که یک سوال میکرد که دین اجازه میده یا نه با پایگاه غیر اسلامی در یک مملکت اسلامی این اجازه میده یا نه. اولی بگه قرآن کریم میگه به کسی که ویزا میگیره از 4 ماه اضافه باید برش ویزا داده نشه. بیایه ببینه، بگرده، سیاحت بکنه، حالات مسلمانان را نظاره بکنه، به خاطر که از حقایق دین برش آگاه شه، بعد از او به امن پس سرحدشان برسانه. اینطور نیست که دائم اینجا بمانه، باز رازهای تو را کشف بکنه، در تمام امور دسترسی داشته باشه، استخبارات، نظام، کلش در دست از او باشه. این هیچ کس نمیکنه، هیچ نظام اسلام قطعا اجازه نمیده. این جدا موضوع است که مردم این گپا را تا و بالا میکنه، وگرنه حقیقت دینی است. خب اینی وجه چیست؟ وجه دنیای غرب آنقدر تبلیغات کرده، مردم در یک حالت قرار داده که غرب برای کلگی میموره، هیچ دیگه زنده باقی نمیمونه، خلاص. همون کس عقیده بر رزاقیت الله متعال قطعا وجود نداره. مردم در صفت الله هیچ عقیده نداره، فکر میکنه رزق دینمی غربیا چی شده، رزق دیا بسته نشده، فحاشی دیا بسته شده، عیاشی دیا بسته شده. بله، یک تعداد مردمی که سالا در ناز و نزاکت شراب و کباب زده، بله از واقع میشه، حقیقت رزق قطع نمیشه. سابق امریکا میداد به افغانستان هر چیز، ما اگر امنیت شود بس میکنم، امی دولت ما، خود ما، زمین ما، آب ما، کلش به خود ما، معدن ما به ما بس میکنه. ضرورت تو نیاز هیچ به بیگانه نداریم. خدا گرفته ما را در جنگ انداخته، زدن و کندن است. کسی را در کو میکشانه، کسی را در بغل میگیره، کسی را میزنه، کسی را بندی میکنه، کلی گپا را پیدا کرده. مردم امیر فکر نمیکنه که ما چی چاره سنجی بکنیم که ما نیاز پیدا بکنیم به غرب. خب بله، امو مردمایی که سالا سری اینمی خونی مردم عیش و نشرت کرد، نعوذ بالله، بله رزق از وقت میشه و باز اینمی طور کارا را کرده نمیتونه. از او خاطر وا دیگه چند بالا کدمی گلونی خود بند کنه که نه امریکا باید نرو. بله، لیکن این را نمیگه که من یک روز وفات کرده نیستم. او ټیلر دار، او کمپاین دار، او مؤسسه دار، او کسی که از زمین ناحیه تو ترزیق شدی، سایسته که پولی زیاد پیدا کردی، تا که روزی در قبر مانده میشی در 2 متر رخت، اضافه هم چیزی امرایت نیست. اما الله از پیشت سوال میکنه، از دینت سوال میکنه، از غیرتت سوال میکنه، از ناموست سوال میکنه، از وجدانت سوال میکنه که تو پابند کدام نظام بودی، کدام عقیده را داشتی. این از تو سوال میشه. رسانه ها مردم آنقدر فریب داد، دموکراسی را آنقدر زیبا جلوه داده به مردم که بس دیگه سعی کنید مبصرین، کلانای ما، همون کسایی که دانشمندای بزرگ است و حیثیت دموکراسی را خیلی زیاد چی میکنه؟ مرتبه داده رو ایسته. مردم فکر میکنه حالا که دموکراسی بیدینی است، زندگی حیوانی. وجه چیست؟ اینی را مردم میگه که حال فکری تو آزاد نیست، از دیگه طریق تو را سانسور کرده، تو را نمیگذاره که فکر آزاد داشته باشی، نام سرت میمانه. سعی میکنه سیاست های فرعونی را امروز هم میبینی، او در او روزا به نام استضعاف بود، در این روزا به نام استعمار است. هیچ کدام فرقی نمیکنه. اول فریق مخالف و مقابل خود متهم میکنه، القاعده، تروریست. این را کی کشید؟ این کلمه کیست؟ تروریست کی را میگه؟
کسی که وحشت میندازه، کسی که نعوذ بالله مردم در ترس بی امن میسازه، کی کرده می کارا را؟ در کل مملکت ها که بیرون شده، توسط کی بیرون شده؟ کی نیروهای خود در اونجا روان کرده، اقلیت ها را رشد داده، صلاح داده و در مقابل حکومت های آرام خستانده شه؟ کی کرده این کارا را؟ افسوس است. این سیاست قرآن به خاطر از این است که ما محض برای ثواب و تلاوت بخوانیم. اگر این کتاب الله به خاطر از این آمده باشه که من یک حرفش بخوانم 10 نیکی داده میشه، این 10 نیکی همونطور داده نمیشه. این 10 نیکی وقتی داده میشه که سری مفهوم کتاب الله خود آگاه بسازی. قرآن برای درس میده. نقشه های پلید و نعوذ بالله شومی ابر قدرت ها را برای امی قسم پیش میکنه که اینی نقشه های استعمار است، اینی نقشه های ظالمه و طاغوت است. بیدار باشی، فکر بکنی که کدام عمل انجام بده. این پشتی سر بر ما درس است. بر اسرائیل رجوع میکنه به سوی موسی علیه السلام، به تورات. الله متعال پس حکمت و شان و شوکت پس نصیبشان میکنه. امروز مسلمان اگر به قرآن الله و به حدیث رسول الله رجوع کنه، این ملیت پرستی و زبان پرستی و نجات پرستی و مذهب پرستی را اما قسم گوشه بگذاره، به نظام الله تسلیم شه، ما یقین دارم که دنیای کفر هیچ چیزی هم نمیتونه. افسوس است امروز ما را فرقه کرده، جدا کرده، اینطور کرده که ټوټه کرده، یکی بالای دیگه اعتماد نمیتونه. در این مسجد در ترجمه قرآن به یک فکر جمع شده، لیکن یکی بالای دیگه اعتماد نداره. این حالات آورده. این کی آورده؟ همون دنیای کفر، همون دنیای طاغوت. قرآن بر ما میگه قال فرعون، گفت فرعون آمنتم به، ایمان آوردی به موسی علیه السلام، باور کردی به گپای ازی؟ قبلا آذن لکم، پیش ازی که من اجازه بدم. ببینی حتی نمیخواه که کسی اظهار نظر خود بکنه، زبان خود، رأی خود ظاهر کنه. این هذا لمکر مکرتموه، سی کفر دادن مردم عالی. چطور میگه؟ این هذا، یقینا موسی علیه السلام، این هذا، ای معامله، لمکر، یک نقشه است، یک پلان است، مکرتموه که شما جور کرده بودی، ایرا سنجیده بودی، ایرا سازش است. سازش این سازشی است که شما جور کردی فی المدینه دشار، قبلا در بینتان یک جا شدی، موسی علیه السلام استازیتان است، شما شاگردایش هستی. این معامله را همونطور زرگر جنگی وارد جور کرده. به خاطر چی؟ سعی کنی عالی برانگیختن چی را؟ غیرت عوام. چی میگه؟ لتخرجی منها اهلها، که بکشی از این سرزمین اهلشه. شما اهلش نمیخوای با من زندگی بکنه. فسوف تعلمون، اول خوی گپ میزنه، باز چی میگه؟ زود است که بدانی که باز مقتی شما چی میکن. مردمایی که کمی در قلبش تمایل پیدا شده بود که مثل ساحرا و اعلان ایمان بکنه، سیاست فرعون آلی را ترساند. اول در تردد انداختی مردم را. چرا؟ آلی مردم در این نکته که فرعون بیان کرد غیر از مردمای با فکر درک میکنه که نه، موسی علیه السلام استازی ساحرا شده نمیتون. نبود موسی علیه السلام. باز چطور استازی موسی علیه السلام باشه که ساحرا؟ کسی که استازی کل علما باشه، از خود علما کده استاز خیلی زیاد میشناسه. بعد این مردم از کلگی کده موسی علیه السلام خوب میشناخت. چرا؟ ساحرا شاگردایش است. از او خاطر این نکته را بعضی مردمایی که خیلی هوشیار است دقیق است درک میکنه، اما عوام فریب خورد. عوام میگه کی راستی همینطور است. حالی که در هر جای، در کابل در هر مسجد رفع الیدین شوه یا سری موضوع جر بحث شوه، میگی شاگرد متوکل است. عجیب است او برادر. در حالی که مردکه بگو یک روزم در پیش متوکل نامد. خب مردم ها پیدا میشه، باز بعضی استفاده ها میکنن، شاگرد متوکل است. دختر طلب میکنه، شاگرد متوکل است. دروغ چرا میگی؟ در کجا؟ عجیب است. الله رحم بکنه. عوام فریب بخوره. این گپای فرعون خود به خود مردمی که یک کمی قلبشان تمایل به سوی اسلام کرده بود متردد شد. یک سخنه که کسی بگه تردد پیدا میشه. این سیاست استعماری است. ملا فقط همی قر میگم فلانی مولوی وهابی است، خلاص هم یک کلمش سبب تردد و پریشانی و مردکه میشه خود به خود. اگر تصمیم به آمدن ترجمه داشت قرار خانی خود خو میکنه، نمیه. بعد از او خود تهدید است، پس از او تهدید است، باز مقتتان میفهم. امروز هم همو گپ است، دین روز هم همو گپ است، کل تاریخ یکسان است. خصوصا کدام کارروایی یا معاملاتی که موسی علیه السلام تیر کرده، همو قسم در زمان پیغمبر علیه السلام است. لو قطعن ایدیکم، خامخا میبرم دستایتانه، قطع میکنم، و ارجلکم، پایایتان من خلاف عدل بدل، که دستی راست باشه پای چپ، که شما دیگه بیفتی دیگه از کار و روزگار همه. ثم لأصلبنکم، همونطور زود نمیکشونم تانه، به خاطر عبرت مردم که مردم ببینه دیگه وحشت کنه.
امو تو آویزان میکنم تانه اجمعین تمامی تانه، یک نفر و دو نفر هم نه، کلگی که این ساحرا را اینطور تهدید میکنه. بله، کسی که ایمان در قلبش داخل شوه او به جز از الله به کسی دیگر سر تسلیمی را قائل نیست. خوف از الله داره، توکل به الله داره، امید به الله داره، خلاص مخلوق ترک میشه. اینی را توحید الله میگه. توکلت به الله باشه، اسباب تو مؤثر میدانی، تاثیر الله انداخته. ابراهیم علیه السلام نمیهراسید، او میفهمید که این مخلوق دیوانه و بیعقل هر قدر آتش در بده، تاثیر سوختاندن آتش الله انداخته که الله نسخواه نمیتونه مره، کلگی را چلنج میده. همونطور است ایمان امیر تقاضا میکنه. از او خاطر ساحرا چون قبلا واد سحر کار کرده، مکمل واقعیت برش معلوم شده که موسی علیه السلام کاری را کرده، این حقیقت است، این خیال نیست، این فریبکاری نیست، این واقعیت است. پس مثل که موسی علیه السلام با وصف ساختن ما این قدر کارا، این قدر زحمت کشی در نیم ثانیه کل یزیره میبلعه و قرط میکنه، فرعون هم تهدیدایش در مقابل ما انشاءالله هیچ اثری نداره. از او خاطر میگه قالو میگه انا الی ربنا منقلبون. چی میکنی؟ آخر الامر تو ما را نعوذ بالله شهید کنی، خلاص این ما را سری داره وقتی چی کردی؟ ما به سوی پروردگار خود منقلبون، چی؟ بازگشتنیستیم. چقدر خواب، چقدر زیبا. آرزوی ما این نمیسته که ما زندگی خود فدای چی کنیم؟ اظهار دین کنیم، به مردم واضح شود که اینی دین است. دهی تو را شهادت نصیب شدن اینمی آخری آرمانی ماست. تو دیگه کار سر ما نمیکنی. حالی دنیای کفر چی میکنه سر مسلمان؟ آخر الامر یه تعذیب بده، شکنجه کنه، بکششه. همین رایش است. ما کل زحمات دنیای ما به این خاطر است که الله راضی شود. وقتی که الله توسط قربان نفس برای آدم راضی شود، چی؟ از این که کاری خوب دیگه کدام است؟ مؤمن ترس نداره قطعا. یگانه اسلحه‌ای که یقینا مسلمانان در مقابل کفر داره و کفر همی اسلحه را نداره، و کدام است؟ ایمان است. نداره و هیچ نمیترسه هر قدر وسایل باشه. امروز دنیا فهمیده، درک کرده واقعیت، یقین بکن درک کرده که اصلی گپ کجاست. تلاش میکنه که نکته ها را پیدا کنه، نیروی خود وام یک انگیزه برش بده. تروریست یه انگیزه است، برای نیروی خود انگیزه داده که تروریست است، میای شما را در امریکا میکشه. واره اینطور میگه که اگر شما آرام در خانهتان بشینی یارا نابود نکنه، از افغانستان میاد امریکا شما را میکشه. اینی گپ برش گفته. این بیچاره کا چیسته خبر نداره، حالی کلش دیوانه شده، تکلیف روانی برش پیدا شده. در افغانستان میبینه مردم مظلوم بیچاره را کلش قتل کرده. یک لا اقل می قهوش خدا را هونه سعی کنه. اون روز خبر نشر کرد که چقدر نفر از امی فوج امریکا چی شده، تکلیف روانی برش پیدا شده، دیوانه شده. چرا؟ حالات دیگرگون می اونجا یک چیز تبلیغ میشه، اینجا میبینه حالت دیگر رقم است. مردم بیچاره مستضعف مظلوم که هیچ چیز حتی امکانات زندگی عادی را نداره، امیاره مردم قتل کرده رویست. دمو زندگی عادی نمیگذارشه، میگذارشه نمیگذارشه. ساحرا میگه ما به سوی پروردگار خود باز میگردیم. و ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا. بله تهمت زده بود یاره، شما ساحراست، استادیتان است. آلی جواب میده ساحرا، به خاطری که در نظر مردم خلا اقل جواب رفع شوه. بله بله شما چی میگه برشان؟ و ما تنقم منا، تو بد نمیدانی از ما، الا ان آمنا، مگر این میگه په بد میدانی که ما ایمان آوردیم به آیات ربنا، به نشانه های قدرت پروردگار خود یا دلایل توحیدش. لما جاءتنا، هرگاه که بر ما آمد حقیقت واضح شد ما ایمان آوردیم، اینی رو تو بد میدانی. دیگه گپ نیست، راستی تا نبگه. امروز همین مردم از همین موحدین چی بد میدانه؟ بگه نماز خوبیشه، عقیده توحیدشه، دعوت توحیدشه بد میدانه. دزدی کرده، زنا کرده، رای کسی را گرفته، بد اخلاقی کرده. ساحرا امی قسم براعت خود به مردم عوام پیش میکنه، میگه ای فرعون تو فقط ما ایمان آوردیم دیگه عیب سر ما نمیبینی که او عیب نیست، او چی است؟ وصف خوب است، پیش تو عیب است. ما نه دزد هستیم، نه غاصب هستیم، نه زناکار هستیم، نه قطاع طریق هستیم، هیچ، نه غاصب هستیم، نه کسی را شکنجه و چی کردیم. خلاص حقیقت برای ما واضح شده، گرویدیم، ولی تو اینه میره بد میدانی. امروز مردم ما امی قسم. ما فرعون ملامت میکنیم، او کسی که خود مسلمان هم میگه تابعدار کتاب الله و سنت رسول الله میگه، بازم در ضد کتاب الله و دشمنی سنت رسول الله را میکنه.
از فرعون که در 2 درجه دیگه بالاتر شد. فرعون خود دعوا نداشت که ما به تورات ایمان دارم، خود رب معرفی میکرد. امروز مسلمانی تو رو چرا بد میدانه؟ بگاه نماز مسجد خود داخل شدیم، جماعت شام استاد است، 2 نفر پشتی سر استاد است، به خود نماز میخوانه. خب ریش پکوی سعی میکردی نه در چیرش سعی میکردی بت واره نعوذ بالله نه. لیکن تو بی چقدر در روز قیامت از امی آدم کسی سوال بکنه که اونجا جماعت باشه، پیغمبر اسلام میگه اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المکتوبه. اقامت نماز که افتاد هیچ نماز دیگری نیست. او مردکه به خود جماعت میکنه، قطعی تو جماعت نمیکنه. این بیچاره قدر عقل نداره که اگر روز عربستان میرم اونجا چطور کنم، اونجا به خود علایده جمع بکنم. امی بدبختا همونجا علایده جمع میکنه، علایده نماز میخونه، همون ثواب نمازا برش حاصل نیست. از دست کی؟ از دست اینمی ملاهایی که اینمی قسم تبلیغ برش کرد، تحریک کرده مردم عوام. لیکن انسان براعت خود در پیش مردم ظاهر کنه که تو بد نمیدانی مگر اینی گپه.